استادان و دانشجویان کافدری پدیاتری کالج طبی شهر خوجند کنفرانس علمی عملی تشکیل نمودند. آن با موضوع برنامه ملی کمیونیکاسیونی 1000 روز اول حیات کودک در جمهوری تاجیکستان بخشیده شد. برنامه مذکور برای سالهای 2020-2024 اعلان گردیده در دایره عملی شوی آن به دانشجویان طرز درستی نگاهبینی کودک آموزانیده می شود. آموزگار کافدری پدیاتری مرحبا خلمت و دایر با موضوع مقصد و وظیفه های برنامه معروضه نمود. تاکید گردید که برنامه مذکور تغییرات های معیاری اجتماعی و رفتاری را نسبت رشد کودکان سنی تا 2 ساله در جمهوری تاجیکستان معین می کند. همچنین ذکر گردید که نگاهبینی درستی کودک بعد از تولد دوامی 1000 روز خیلی مهم بوده. در این مدت باید به کودک دقت مخصوص داده شود. این برنامه مناسبت را اوید به تغییر دادن رفتار آدم‌ها در تمام سطح‌ها معرفی می‌نماید. شهروندان باید نشان دهنده‌های خدمت رسانی‌های با صفت را که برای دستگیری آنها پیش بینی شده است استفاده برند. مناسبت درست و سری وقتی این شخصان می‌تواند به سالمی فرزندان زمینه گذارد. 1000 روز از لحظه حامله‌دارشوی تا به 2 سالگی رسیدن کودک دوره مهمترین برای رسانیدن تاثیر مثبت و رشد ذهنی و جسمانی آن میباشد. در کار کنفرانس علمی عملی یک قطار استادان و دانشجویان و دکتران بیمارخانه بچگانه ولایت سوخت اشتراک نمودند. در معروضه های استادان کالج طبی بیشتر موضوع های چگونه انکشاف یافتن کودک تا سن 2 سالگی وی باید کدام مرحله ها را پس سر کند و غیره محاکمه گردید. آموزگاران گذرانیدن چنین کنفرانس ها را برای دانشجویان کالج مهم ارزیابی کردند، زیرا اکثریت آنها را دختران و مادران جوان تشکیل می‌دهند که درک برنامه مذکور و هدف و مقصدهای آن برای دانشجو دختران خیلی مهم است. در کالج طبی همه اختصاص همکاری مامادایی همکاری همشیره این فن را می‌آموزند، زیرا فن پدیاتری این فن میباشد که درباره کودک، درباره انکشاف او، درباره انکشاف عقلی هم جسمانی او میباشد و چون که این دانشجویان بسیار دخترها میباشند، اینها آینده مادر میباشند، برای اینها ضرور است که تو باید کودکان خود را چخیل به وای رسانند و همه این دخترها را از خود کنند. آموزگار کافدری پدیاتری مفتونه اینامجان و در موضوع 5 جهت اساسی امکانیت ها برای تغییرات در حیات 1000 روز اولی کودک معروضه نمود. وی با 5 نفر دانشجویان مادران جوان کالج سوال و جواب نموده و آنها نقطه های مهم برنامه ملی را محاکمه نمود. در دایره کنفرانس مذکور همچنین دانشجویان امکان پیدا کردند که با مسئولین و استادان سوال و جواب نموده به موضوع های نافهمای این برنامه از آنها جوابی مشخص گیرند. و جز این با یک قطار دانشجویان آزمون ویکتورین نیز گذرانیده شد. تاکید گردید که تشکیل چنین کنفرانس ها با دانشجویان خصوصا دختران در آینده نیز به نقشه گرفته شده است. زنان و عائله های آنها می‌خواهند که حامله‌داری به نیکی انجام یافته، همچنین خواهان گزارش مثبت و امیدوار به مادرشوی میباشند. خدمت رسانی با صفت اوید به حفظ مادرشوی میتواند با در نظر داشتن عامل قابلیتی انجام دادن تشریف‌های تا تولدی برای نائل شدن به این مقصدها بازدید کرده می شود. کنفرانس علمی عملی در موضوع برنامه ملی کمیونیکاسیونی 1000 روز اولی حیات کودک در جمهوری تاجیکستان با دانشجویان کالج طبی شهر خوجند سال دوم است که گذرانیده می شود. هدف پورا فهمانیدن ماهیت برنامه مذکور به دانشجویان محسوب می شود. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.